موضوعی که ذهن بسیار از افراد رو به خودش مشغول کرده، تعدد و تعداد زیاد مراکزی هست که خودشون به عنوان کلینیک تخصصی یا کلینیک‌های زیبایی معرفی می‌کنن. در واقع تعداد کلینیک‌های مجوزدار و تحت نظارت وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها تعداد بسیار محدود و مشخصی است که لیست اونها رو در واقع در سایت معاونت درمان و یا سایت انجمن متخصصین پوست قابل رؤیت هست و قابل مشاهده است. بسیاری از جاهایی که خود را تحت عنوان مرکز زیبایی یا مرکز پوست معرفی میکنند در واقع فاقد مجوز و پروانه بهره برداری بودند. راه تشخیص اینجور مراکز غیر از مراجعه به مراجع زیست‌صلاح و سایت های اونها استعلام و مشاهده پروانه بهره برداری، پروانه تأسیس و پروانه مسئول فنی و پزشک متخصصی است که در اون مرکز حضور داره و مطابق قانون تمامی این پروانه ها باید در معرض رؤیت و دید همگان قرار بگیرن تا مراجعه کنندگان با اطلاع کافی و با اعتماد به وجود متخصص در این مراکز و وجود ضمانت ها و مراقبت های کافی در این جور کلینیک ها کار خود رو به دست کاردان بسپارند.